سلام، اینجا ماچو و من مصطفی هستم. اینجا با هم دیگه قراره بررسی، تحلیل و نقد بکنیم هر آن چیزی که در دستان شما هست و در زندگی شما تأثیر داره. آره، دیزاین اون چیزیه که همه ما درگیرش هستیم و لمسش میکنیم اما نادیدش میگیریم. اینجا قراره بررسی بکنیم که طراحی یک گجت هوشمند، رابط کاربری یک اپلیکیشن یا یک فضاپیما به چه شکل انجام میشه، یا هواپیمای جنگنده چه جزئیاتی داره و طراحی اون چقدر سخت میتونه باشه. پشت پرده تمام طراحی هایی که توی اطراف ما توی این جهان هستی هست رو با هم دیگه قراره بررسی بکنیم. قراره بررسی بکنیم که یک لامبورگینی یا یه فراری به چه شکل طراحی میشه. قراره بررسی بکنیم یه آیفون یا یه ایرپاد چجوری طراحی میشن و داستان پشت پرده اون به چه شکل هست. تمام المان ها و آیتم هایی که توی زندگیمون در دسترس ما هستش رو قراره اینجا با هم بررسی بکنیم و نقد و تحلیل بکنیم. اونهایی که عالی هستن، معجزه هستن و اونهایی که ایراد دارن و به زندگی ما ضربه میزنن یا به ما صدمه میزنن یا بالعکس اون لوازم و اون طراحی هایی که به زندگی ما کمک کردن که زندگی بهتری داشته باشیم و زندگی ما رو راحت‌تر و روون‌تر کردن. قرار اینجا همه اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. پس لطفاً همراه من باشید و من رو حمایت بکنید.